بسم الله الرحمن الرحیم. در کنار خوبها گمراه می آید حرم. در کنار خوبها گمراه می آید حرم، با تمام زائرانش راه می آید حرم. هیچ فرقی نیست بین زائرانش، چون که هم بنده می آید حرم، هم شاه می آید حرم. ای جانم به این حرم. لحظه ای خالی نمی ماند اگر دقت کنیم، روزها خورشید و شبها ماه می آید حرم. روزها خورشید و شبها ماه می آید حرم. هر که می خواهد ببیند قطعه ای از عرش را، راه خود را می کند کوتاه می آید حرم. بعد منزل نیست وقتی که سفر روحانی است، هر دلی هر جا بگوید آه می آید حرم. بعد منزل نیست وقتی که سفر روحانی است، هر دلی هر جا مردم، هر دلی هر جا بگوید آه می آید حرم. خوش به حال هر کسی که ساکن شهر قم است، گاه می آید حرم بیگاه می آید حرم. گاه می آید حرم بیگاه می آید حرم. الحمدلله رب العالمین. السلام علیک یا سیدتی و مولاتی یا فاطمه المعصومه. سلام مردم، سلام هم نفسه یاد خدا الیک. خوب باشین. خیلی خیلی خوش آمدین به این یاد خدا که دوباره هم یاد خدا درش جریان داره، هم یاد معصومه خدا، کریمه آل طاها، شفیعه روز جزا، زینب امام رضا، خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها. ما اگه قابل باشیم، چون به دعای شما اینجا نایب الزیاره هستیم، وگرنه که لیاقتش برای خودم رو میگم قطعا و حتما نبود، به دعای شما اینجا هستیم و داریم توی این هوای ناب بندگی زیارت میکنیم، حتما انشاءالله نایب الزیاره شما هستیم، سفیر سلامتون هستیم به محضر هست کریمه و دعا میکنیم که توی همین دهه کرامت خیلی زود زیارت پروپیمون و با معرفتشون نصیب و قسمت شما بشه و هممون با هم به شفاعتشون وارد بهشت بشیم، چون یک در به نقلی 3 در از بهشت از اینجا باز میشه و امام صادق هم فرمودن شیعیان ما همشون به شفاعت این بانوی کریمه انشاءالله وارد بهشت میشن. اللهم ارزقنا بهشت به برکت تقدیم صلوات بر محمد و آل محمد به آستان مقدسشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بفرمایید. خواهش ای شمیم نام تو خوشتر ز گل بوی بهشت، میبرد دل را نسیم تربتت سوی بهشت. بر ذریعت تا که می افتد نگاه عاشقم، می نشاند دیده هایم را فرا روی بهشت. خیلی ممنونم که نگاه زلال و قشنگتون رو دارین هدیه میدین به این قاب خوشگل یاد خدا که زینت داده شده به حرم باصفای حضرت کریمه و امیدوارم تا پایان فرصت همراهی برنامه ما رو داشته باشین. توی شعری که اول برنامه خوندم، این آخراش که دیگه میرسیدم مهمان برنامه میدم، خیلی ارتباط برقرار کردن و من به حالشون غبطه خوردم، چون مجاور حضرت معصومه هستن و این شعری که گفته بود خوش به حال هر کسی که ساکن شهر قم است، گاه می آید حرم بیگاه می آید حرم. واقعا چه لذتی میبرن اهالی قم که هر موقع ما حالا جاهای دور هستیم و اینا هر موقع هر لحظه شبی نیمه شبی
خلاصه احساس بکنن که نیاز دارن برن به دستبوسی پابوسی حضرت، تشریف میارن و خلاصه آرامش پیدا میکنن برن. یعنی یکیشون حاج آقای گودرزی عزیز و نازنینه که خیلی من دوستشون دارم. آقا سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام. خیلی خوش آمدید. ارادتمند، سلامت باشید. خوبین؟ خیلی عزیز. زیارت‌ها قبول باشه. کربلا سلامت باشید. ان شاء الله با هم و ان شاء الله با هم در معیت بینندگان عزیزمون. ارادتمند، سلامت باشین، زنده باشین، بر شما مبارک باشه. اجازه است آقا؟ بله. عرض سلام، عرض ادب، عرض احترام و تبریک خدمت همه شما بینندگان خوب و عزیز برنامه یاد خدا. خیلی خوشحالم که در محضر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها مهمان دیدگان شما هستیم. انشالله که در واقع پذیرای دلهای شما عزیزان باشیم. چه خبر؟ الحمدلله خوبین؟ خدا رو شکر، سلامت باشین، زنده خوشحالی باشین. مجدد زیارتتون میکنیم. بزرگوار هستید. و امروز من توی تقویم نگاه کردم، روز تجلیل از امامزادگان هم هست و بقاء متبرکه. بله. روز بزرگداشت حضرت صالح ابن موسی الکاظم هم هست علیهم السلام که حالا مرقدشون شمال تهران محل تجریش و اینا هم هست. حالا اونایی هم که اونجا ظاهرا برای ما نفس بزنن. یه جورایی آدم احساس میکنه کلا ماه ذوالقعده دربست خورده به نام امام کاظم و بچه‌هاش، مثلا امام رضا و خواهر و برادر و اینا، و خوش به حال اونایی که ظاهر با مرام و معرفتشونن این روزها. اینو گفتم یاد یه جمله افتادم از آیت الله بهجت رضوان الله علیه. اینو بگم بعد شما بگیرین و ببرین ما رو جای خوب. ارادتمند. ما ایشون میفرمودن که درسته که حضرت معصوم هم امامزاده هستن ولی حسابشون با بقیه امامزاده ها متفاوته، چون بقیه امامزاده ها رو تقریبا با یک زیارتنامه واحدی ما زیارت میکنیم، اما ایشون یه زیارتنامه خاص خودشون رو دارن که در واقع از امام معصوم صادر شده و ما با یک زیارتنامه اختصاصی ایشون رو زیارت میکنیم که اگر با این زیارته و این زیارتنامه این زیارته عارفن به حقه ها باشه به تعبیر معصوم، بهشت برای ماست و بهشت بر ما واجب میشه اصلا. و این خیلی سخن عجیبی است، خیلی ویژگی خاصیه که انگار خدا ایشون رو ممتاز کرده. حالا در بین غیر معصومین اگه اشتباه نکنم ایشون دومین نفر هستن. حضرت عباس هم زیارتنامه از امام معصوم دارن ولی خیلی وجودشون از این بابت ویژگی‌های خاصی داره. هر جو صلاح میدونین شروع بفرمایید ما حظ ببریم. این زیارتشون که عارفن به حقا هست اگر میخواید راجبش توضیح بدید. بعضیا براشون سواله که اصلا ایشون اینجا چی کار میکنه قبرشون؟ حالا مدینه بودن، حالا به نیت امام رضا اومدن، حالا مشهد، چرا قمن؟ بله. آره. بزرگوار عزیز. خواهش میکنم. مخلوط کرد. خدا خیرتون بده. خیلی استفاده کردم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودید امامزاده ها، قم واقعا شهر امامزاده هاست. آره. تقریبا تو کوچه پس کوچه های قم وقتی قدم میذاری خیلی جاها میبینی که امامزاده های متعددی دیده میشن که البته خب خورشید پرفروغ حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها اینقدر پر نور و درخشانه که کمتر گاهی وقتا توجه میشه به این عزیزان که خوبه یه موقعی هم با این نگاه مردم حالا هر موقعی که میان برای زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها سری بزنن به کوچه پس کوچه های اطراف در واقع حرم و به خدمت شما که عارضم اینجا زیارت کنن. ما البته تو یاد خدا سعی کردیم انجام وظیفه بکنیم، دست مردم رو گرفتیم. بله. تو ماهای گذشته بعضی از امامزاده ها رو بردیم، 40 اختران بردیم. بله. امامزاده ابراهیم رو بردیم و امامزاده های گوناگونی که امامزاده شاستلی بردیم. بله. و آره یه جاهایی رو بردیم مردم رو که زیارت بکنن، ولی خب تشریف بیارن ان شاءالله حضوری زیارت بکنن تو این روزها خوبه. بله. اما این نکته که فرمودید درباره حضرت معصومه سلام الله علیها که حضرت فرمودن که من زارها عارفا به حقها، کسی که این بزرگوار رو زیارت کنه معرفت به حق ایشون داشته باشه فله الجنه، بهشت مال اون میشه. این به نظر میاد مسئله خیلی مهمی باید پشت این کلام نورانی معصوم باشه که در واقع تشویق کردن، تحریک کردن برای اینکه ما نسبت به این بزرگوار معرفت پیدا کنیم. معرفت به حق رو ما درباره اهل بیت علیهم السلام، درباره معصومین شنیده بودیم، اما درباره مثلا کسی که به ظاهر حالا غیر معصوم امام نیست، این نشون دهنده عظمت این بزرگوار داره. من چند تا نکته تقدیم بینندگان عزیزمون میکنم. نکته اول این که کسایی که تو مکتب اهل بیت علیهم السلام تربیت شدن، خیلی نکته مهمیه. کسایی که با اهل بیت آشنا هستن
میدونن اهل بیت علیهم السلام نگاهشون نگاه فردی نیست و دین رو هم فردی فهم نمی‌کنن. در واقع کسانی که پرورش یافته های حقیقی این مکتب هستن اثرگذاریشون اثرگذاری اجتماعیه، دستگیری میکنن از دیگران، کمک میکنن که عالم به سمت اهداف الهی حرکت بکنه. این یه نکته. نکته بعدی این که این اثرگذاری اجتماعی که عرض میکنیم در اطرافیان اهل بیت علیهم السلام، در پرورش یافتگان این مکتب وجود داره، اختصاص به آقایون فقط نداره. ما در طول تاریخ خانوم‌هایی رو میبینیم که به جرأت میشه گفت اگر نبودند حرکت امام معصوم، حرکت حجت خدا یا متوقف میشد یا شکست میخورد. دقیقاً. حضرت خدیجه سلام الله علیها مصداق بزرگ و بارز این ماجرا که پیغمبر با چه حالی، با چه شوری، با چه احساسی ایشون رو در واقع توصیف میکنن که اگر خدیجه نبود معلوم نبود کار اسلام به کجا کشیده میشه. تو همه زیارتنامه ها اسم مبارکشون هست، چون یاد میکنن. و تو زیارتنامه حضرت معصومه سلام الله علیها که این بزرگوار رو دختر حضرت خدیجه خطاب میکنه. خود حضرت زهرا سلام الله علیها واقعا نقش برجستگی ایشون در دفاع از حرکت امامت که اگر واقعا به جرئت آدم میتونه بگه اگر این بزرگوارها نبودن کار به بنبست میخورد. حضرت زینب سلام الله علیها که اون حرکت عظیم سید الشهدا، اون حرکت واقعا بی‌نظیر یا کم نظیری که اون عظمت رو در عالم به پا کرد که او کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود، اگر زینب سلام الله علیها نبود. همینطور. خب درباره حضرت معصومه سلام الله علیها هم همچین حرفی هست که این بزرگوار حرکتی انجام دادند که اگر ایشون و اثرگذاری ایشون نبود چه بسا کار دو تا امام معصوم دچار مشکل میشد. یکی پدر بزرگوارشون حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه و یکی هم برادر بزرگوارشون امام رضا علیه السلام. خب برای که این قدری واضح تر بشه یه قاعده و قانونی وجود داره. ببینید کار اگه میخواد به درد بخوره، کار اگه میخواد مفید باشه، چون گاهی وقتا آقای قوامی عزیز ما بعضی وقتا خیال میکنیم یه کار خوبی داریم انجام میدیم، خب اما آیا واقعا این کاری که من خیال میکنم خوبه؟ آیا واقعا درسته؟ آیا واقعا مفیده؟ یعنی چی؟ میخوام عرض بکنم شاخص و ملاک کار خوب اینه که کار خوب مورد تأیید و رضایت امام باید باشه، در راستای هدف و مسیر امام باشه. اگر غیر از این باشه ولو من خیال کنم این کار خوبی است، این کار نه تنها خوب نیست بلکه چه بسا مضر هم باشه. کما که مثلا شما تو واقعه جنگ صفین دیدید یه عده‌ای مثلا خیالشون این بود که آقا ما میخوایم بریم به قرآن احترام بذاریم، با حالا که اونجا احترام گذاشتن به اون قرآن نه تنها مورد تایید امام نیست بلکه باعث میشه کار امام زمین بخوره، کار امام عقب بمونه. پس کار زمانی ارزشمند میشه که در راستای اهداف امام باشه. چی میخوام بگم؟ میخوام عرض کنم ببینید حرکت و کارهای ائمه در طول تاریخ مبتنی بر شرایط زمانی که در واقع باش معاصر بودن متفاوت بود و اصحاب ائمه اون اصحاب به درد بخور، اون اصحاب مفید، اون اصحابی که امام دوستشون داشتن کسانی بودن میفهمیدن که امام زمانشون الان ازشون چی میخواد و خودشونو با امام زمانشون تنظیم میکردن. ببینید یه موقعی خب امیرالمومنین علیه السلام گفتن که آقا وقتشه بریم بجنگیم. بله. یه دی نیومدن. بله. همینا که نیومدن و مثلا حضرت اونجوری عتابشون کرد، بعد فهمیدن که آقا اشتباه کردیم، خب باید بریم مثلا با دشمنان دین خدا بجنگیم. زمان امام مجتبی علیه السلام شد. امام مجتبی علیه السلام فهمید الان دیگه وقت جنگ نیست. الان شرایط تغییر پیدا کرده. وقت صلحه. همون آدما، این آدما که زمانه رو قاطی کردن، خیال کرد الان که زمان امام حسنه مثلا باید همون کاری بکنه که زمان امیرالمومنین علیه السلام انجام میداده، اومدن و چه حرفهای زشتی به وجود نازنین امام مجتبی علیه السلام زدن. یک کسی میگفتش که برگشت به حضرت گفتش که وقتی حضرت در واقع اون صلح تحمیلی رو پذیرفتن، به حضرت گفتش که ای کاش
نه من زنده بودم و نه تو. به امام داره میگه عجب. ای کاش نه من زنده بودم نه تو. و اون تعبیرات بعضن تندی که از بعض اصحاب شنید. یعنی معز المؤمنین رو یه چیز دیگری خطاب میکردن. چرا؟ زمان امام رو نمیفهمه. همون دیگه، یعنی یا جلوتر از امام ادعی میرن یا عقب‌تر. یعنی حرف درست، کار درست اونی که شما فرمودید، اصحاب درست پشت سر امام. این قاعده رو باید باور کرد که ما کاری که فی نفسه خوب باشه به این معنا نداریم. کار زمانی خوبه که مورد رضایت امام باشه. فالحق ما رضیتموه والباطل ما اسخطتموه. مرز حق و باطل، خوب و بدی شمایید. اصلا این یوم ندعو کل اناس به امامهم یعنی همین. آفرین آفرین. چه بسا اون طرف مثلا خوب فکر میکنه نماز ارزش ذاتی به این معنا داره که نماز بخونم ولو تو محیط ولایت امام نباشم دارم کار خوب میکنم. نه خیر، کار خوب که نمیکنی هیچ، بلکه داری فاصله هم میگیری، دورم داری میشی از امام زمانت. خب حالا نکته که میخوام عرض بکنیم، تو زمان امام حسین هم همینجوری به عکسش شد. امام گفت الان بریم بجنگیم، یه گفتن نه آقا وقت صلح. زمان امام صادق علیه السلام نه، بعد امام حسین که تموم شد تازه اومدن برن بجنگن که اون داستاناش. بعد زمان امام صادق علیه السلام آقا پاشیم بریم بجنگیم. آقا چرا نمیریم بجنگیم؟ اعتراض های اینجور. حالا میخوام عرض بکنم ما وقتی راجع به یک انسان با عظمتی مثل حضرت معصوم سلام الله علیه میخوایم صحبت بکنیم، باید این قاعده رو توجه کنیم که این بزرگوار ذیل این قاعده داره حرکت میکنه. راجع به مثلا یک انسان عابده‌ای که مثلا یه گوشه‌ای نشسته اهل عبادت است و زهد است و اینها به خودی خود نمیخوایم حرف بزنیم، بلکه راجع به کسی میخوایم حرف بزنیم که به رغم که در زمان دو تا امامی قرار گرفت که شرایط ها متفاوت بود اما قدمی نه جلوتر رفت نه عقبتر و مورد تایید هر دو امامش حرکت کرد. این بود که در واقع این بزرگوار به این عظمت رسیدن. و یه نکته که همینجا خوبه راجع بهش اشاره بکنیم اینه، و ما هم الان تو زمان امام هستیم که باید بشناسیم تو این دوره وظیفه و کار ما چیه. این خیلی مهمه. خیلی مهمه. امام ما الان چیه مأموریتش و طبیعتا کاری هم که من قراره انجام بدم در راستای مأموریت اون بزرگوار باید انجام. حالا این خب ما میبینیم که حضرت معصومه سلام الله علیها در زمان پدر بزرگوارشون تو اون دوره که اختناق بود، تو اون دوره که خونه امام کاظم علیه السلام تحت نظر بود، مگه به این راحتی کسی میتونه از اون دور و برا رد بشه؟ تو اون جو، دوری از پدر، اون فشارها و تحریم‌های سنگین، شاید بگیم سنگین ترین تحریم‌ها بر خانه و خانواده امام کاظم علیه السلام وارد شد. کسی جرئت نمی‌کرد اون طرف رفت آمد. بله. شما آنچنان صبوری از این خانم می‌بینید، آنچنان متانت می‌بینید. ببینید دشمن یه دشمنیه که مترصد نشسته سر سوزنی یه رفتار مشکوک و مغایر با کار امام ببینه، اینو بیاد بزرگش بکنه، پررنگش بکنه. یه همچین چیزی ببینید از حضرت معصومه سلام الله علیها دیده نشد. بالعکس تو اون زمان حضرت احساس کردن که الان مردم نیاز به یک پناهگاه علمی دارند. میبینید خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها به گونه که انگار جانشین پدر شده، پناهگاه علمی شده. مردم حاجت‌هاشون و سوالاتشون و نیازهای علمی معرفتشون میبودن از این خانم میپرسیدن که وقتی به امام کاظم علیه السلام خبر رسید که آقا دختر خانم شما یه همچین جوابهایی در پاسخ به سوالات مثلا مراجعین دادن، اینقدر حضرت خوشحال شد که فرمودن فداها ابوها، پدرش فداش بشه. خب بعد نکته که وجود داره این که خب حالا حضرت معصوم سلام الله علیه قرار اون حرکت تاریخی این دو امام زمان خودش رو انجام بده. ببینید در زمان امام رضا علیه السلام چه اتفاقی افتاد. نسبت به زمان امام کاظم علیه السلام حالا یه اشاره متناسب با وقتمون کردیم. نسبت به زمان امام رضا علیه السلام چطوره؟ امام رضا علیه السلام اینجا یک حرکت تاریخی عجیبی انجام دادن که آثارش همچنان پابرجاست. حضرت با یه تدبیر الهی اون در واقع حمله دشمن رو
اون تهدید رو تبدیل به یک فرصت بزرگ کردن. اینا اومدن حضرت رو از اون محیط جدا بکنن، از محیط مدینه بیرون بیارن. حضرت این بیرون اومدن اجباری از مدینه رو تبدیل کردن به یک فرصت درخشان برای اینکه کشور ایران رو تبدیل بکنن به پایتخت شیعه تا روز قیامت. یه پایتخت بلا منازع، یه پایتخت دیگه سرش دعوا و درگیری و اینها به این معنا نباشه. حضرت این حرکت رو انجام دادن. خب حالا حرکت امام چه زمانی محکم میشه، پا برجا میشه؟ زمانی که یاران امام این حرکت رو چیکار بکنن؟ دنبال بکنن، تثبیت بکنن. در صورتی که خیلی ها موقع از امام رضا هم شماتت میکردن، شماتت کردن، اعتراض کردن از نزدیکان، از خانواده. بله بله. حالا تو اون وضعیت تحلیل غلط، اعتراض بیجا، آفرین، واژه‌های آشنا که تازگی شنیدیم. حالا تو اون وضعیت این خانوم، این دختر خانوم جوان میاد یه حرکتی انجام میده در راستای همون حرکت نورانی و درخشان امام رضا علیه السلام که در واقع داره زمینه سازی میکنه برای حکومت خدا در کل عالم. این حرکت رو میاد انجام میده و حیف اون وقت ما میایم این حرکت رو تقلیلش میدیم به یک حرکت عاطفی. یه حرکت انگار مثلا یه خواهری دلش تنگ شد، یه سال داداش رو ندیده، حالا پشت اومد داداش رو. قطعاً این خانم عاطفش نسبت برادرش تو اوجه. بله، ولی این تمام قضیه این نیست. اصل ماجرا این نیست. اونم چه خانومی؟ خانومی که از زمان امام صادق علیه السلام همه منتظرشن. امام صادق علیه السلام مژده اومدن این خانم رو داده. به شدت چشم به راه همه چشم به راهشن. کوچکترین حرکات زیر ذره بینه. اینجا یک حرکت درخشان از این خانم میتونه تأیید حرکت نورانی امام زمانش باشه، میشه نزدیکترین یار امام زمانش. یعنی کمکی که حضرت معصومه به امام رضا علیه السلام کرد شاید ما از کمتر کسی سراغ داشته باشیم یه همچین کمکی به امام رضا علیه السلام کرده باشه. واسه همین آقای بهجت خدا رحمتشون کنه میفهمودن بین این خواهر و برادر یه ارتباطات عجیبیه، یه حواله هایی رد و بدل میشه. خیلی وقتا بودن کسانی که چیزهایی میخواستن، اینجا اومدن تو این حرم که رنگ و بوی حرم امام رضا علیه السلام رو داره، اینجا اون چیزی که از امام رضا میخواستن رو دریافت کردن. خودشون هم فرمودن هر کس خواهر منو زیارت کنه مثل کسی که منو زیارت کنه. شده نفس امام. این خیلی مقام رفیعیه. عجیبه، واقعا عجیبه. خیلی مقام رفیع. امام کسی است که در واقع فانی در خداست، توی مقام و عظمتی که اصلا کسی تو اون افق راه پیدا نمیکنه. اصلا من همیشه به این فکر می‌کنم این که حرم خدا مسجد الحرام، حرم پیامبر مدینه است، حرم امیرالمومنین کوفه، دیگه تمام حرم همه اهل بیت قومه، نه کربلاست، نه مشهد، حتی نه نجف، نه هیچ چیز نیست، قوم حرم همه دیگه اهل بیت. خیلی عجیبه. و این نکته حالا در پایان عرایزم بگم که ببینید حرکت‌های اجتماعی اگه میخواد ماندگار باشه باید یه پشتوانه معنوی داشته باشه. حرکت‌هایی که معنویت پشتوانشون نیست ابتر میمونه، زود از بین میره. من میخوام بگم حضرت معصومه از چه معنویتی برخوردار بود که به تعبیر من دنیا و آخرت رو تکون داده. دنیا رو اینجوری تکون داد که حالا یه اشاره تونستیم بهش بکنیم که در واقع اومد یک پایه‌گذاری کرده برای ظهور حکومت خدا در کل عالم که روایت داریم دیگه که ظهور امام زمان علیه السلام یه پایش از همین منطقه است. خب و از اون ور آخرت رو که حضرت فرمود شفاعت همه شیعیان من. دنیا و آخرت رو این خانوم به هم زده. دنیا کسی یه جمعی اومده بودن برای یه حاجتی، قوم ظاهراً مثلا بارون و اینا میخواستن، طلب بارون. یه بزرگواری بهشون فرموده بود که بابا این چیزا رو اگه بخواید برید از قبر جناب میرزای قمی بزرگوار این حاجت ها رو بخواید، از حضرت معصومه شفاعت کل عالم رو بخواید. شفاعت کل عالم یعنی گناهکار تبدیل میشه به یه انسان درجه یک. این معجزه رو خانم رقم میزنه. دست شما درد نکنه. خیلی عالی بود، خیلی حظ بردیم، خیلی هم به اطلاعاتمون اضافه شد، هم حال دلمون خوب شد به برکت فرمایشات زیباتون. اجرتون با خود حضرت باشه. خوبه؟ واقعا خیلی آره دیگه، وقتی دنیا و آخرت و اینجور که فرمودید، آره انشالله که
یه نیم نگاهی هم به ما بکنن، به برکت شاگردان خوبی مثل شما که دارن انشالله یه نیم نگاهی هم به ما و مثل ما بکنن. مردم هم حاجت دارن، انشالله همه حاجت روا باشن توی همین دهه کرامت، انشالله به حاجتشون برسن به حق نگاه پرمهر این خانم. عواملی ندارین؟ ارادتمندیم. خیلی از بردین. شما و همه عزیزانم التماس زنده باشید، داده. محبت کردین، تشریف سلامت قربون شما، زنده زنده باشید. خیلی ممنونم که برنامه خودتون رو تا پایان تماشا کردین. نمیدونم چجوری برای ما رقم زدن. یه وقت دیدین ما فردا از مشهد به شما سلام کردیم، ببینیم تقدیرمون چطور رقم خورده، چه قم باشیم چه مشهد باشیم، ما کلا همه زندگیمون رو مدیون این خواهر و برادریم. گفت رزق کبوتران خراسان و قم نبود، ما این همه مزارع گندم نداشتیم. هر چی تو مملکتمون داریم صدقه سری این خواهر و برادر، انشالله به دعای خیرشون زیاده بگردانن و ما رو به ظهور امام زمانمون برسونن انشاءالله. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. التماس دعا.